میدونین که بیشتر جمعیت سیاره زمین رو حشرات تشکیل میدن؟ ما فقط 8 میلیاردیم. تعداد فقط یک گونه از حشرات ممکنه خیلی بیشتر از 8 میلیارد باشه و حشرات شبا راحت‌تر میبینن و زندگی میکنن و روزا یا تو لونه‌شونن یا زیر خاکن، چون نمیبینن. بیشتر ساکنین زمین روز رو نمیبینن، شبها میبینن. کمتر ساکنین زمین شبها نمیبینن و روزها میبینن. بالاخره کدوم خاموشه کدوم روشنه؟ معلوم نیست. قبلا راجعی با هم صحبت کردیم که جهان شکل ثابتی نداره. جهان یه حوزه انرژی در حال ارتعاشه. هر کسی جهان رو یه جور میبینه. جهان این شکلی که ما انسان ها میبینیم نیست، بلکه ما انسان ها جهان رو این شکلی میبینیم. موجودات دیگه جهان رو یه جور دیگه میبینن.